امروز میخوام کوسه درست کنم. تا حالا کوسه خوردی؟ اصلا گوشت کوسه رو حلال میدونی یا حرام؟ یکی از غذاهاییه که پیش ما خیلی طرفدار داره و اینن که بهتون بگم کوسه خیلی جیوه داره و یه طعم خیلی گرمی داره. حالا بیاین آموزش درست کردنش رو براتون بزنم. اول ماهی رو خوب تمیز تکه کردم. سر کوسه رو دمش رو باید بندازیم بیرون. بعد بهش نمک و زردچوبه اضافه کردم، گذاشتم یه 20 دقیقه بجوشه. با آخر کار پوستش رو برداشتم و کاملا تمیزش کردم. گوشتش هم کاملا نرم و لطیف و اصلا استخون نداره. پیاز و فلفل سبز و سیرم تکه کردم. پیاز رو تفت دادم. مرغ رو با دستم له کردم. ببخشید، ماهی رو با دستم له کردم، به پیاز تفت دادم، بهش فلفل سبز، سیر، زردچوبه اضافه کردم و خوب گذاشتم تفت بخوره و بعد از 10 دقیقه بهش سبزی ماهی اضافه کردم همراه با ادویه کاری و فلفل قرمز و کمی روغن چون روغنش کم بود و یه قاشق قرب گرجم اضافه کردم و گذاشتم خوب تفت بخوره. و اینم از رخ آخر کار. با این روش که بهتون یاد دادم بچه‌ها درست کنید، عاشقش میشید، خیلی خوشمزه است.